بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام علی من لا نبی بعده و بعد. بینندگان عزیز و گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. باز هم با قسمت جدید برنامه گناهان کبیره خدمت شما عزیزان هستم، البته با گناه بزرگ دیگری. گناهی که در موردش صحبت میکنیم واقعا گناه بزرگی است. او عبارت است از خیانت در بیت المال، یا دزدی از بیت المال، یا دزدی از مال غنیمت قبل از اینکه تقسیم شود. تمام اینها را در بر میگیرد. الله متعال در مورد خائنین و کسانی که خیانت میکنند در بیت المال و کسانی که در مال تقسیم نشده غنیمت که کل ملت یا کل مسلمانان، کل آن مردم در آن سهیم و شریکند، کسی آمده از اینجا چیزی را میبردارد، در حقیقت مرتکب خیانت شده است. الله متعال در مورد این خیانتکاران میفرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الله لا يحب الخائنین. یقینا الله متعال خیانتکاران و خیانت پیشگان را دوست نمی‌دارد. در آیه دیگر الله متعال می‌فرمایند که و ما کان لنبی ان یغل. جایز نیست، مناسب نیست، اصلا در شأن نبی نیست، جایز و مناسب نیست و یا در شأن نبی نیست. چی؟ ان یغل، این که او مرتکب غلول شود. غلول برداشتن از مال غنیمت قبل از اینکه بین مجاهدین تقسیم شود. مسلمانان در جهاد می روند، جهاد می کنند، می جنگند با دشمن، دشمن را شکست می دهند، از دشمن وسایلی که باقی می مانه، مالی که باقی می مانه، این را غنیمت گفته می شود. اگر کسی از این مال غنیمت یک ریسمان بگیرد، یک سوزنی بگیرد، اندکترین چیزی اگر از این غنیمت قبل از تقسیم شدن می بردارد و می گیرد، این انسان مرتکب غلول شده است، مرتکب خیانت شده است. الله می فرماید مناسب نیست، مناسب شأن پیامبر نیست، جایز نیست برای پیامبر ان یغل، این که از مال غنیمت قبل از تقسیم چیزی را بردارند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم معصوم هستند، هیچگاه پیامبر مرتکب چنین عملی نمی شوند. این درس است برای امتیان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم تا بدانند که برداشتن از مال غنیمت، برداشتن از مال بیت المال خیانت بزرگی است. در ادامه الله متعال می فرماید و من یغلل یأتی بما غل یوم القیامه. هر کسی که از مال غنیمت چیزی را می بردارد، در روز قیامت همان مال را به شانه های خود برداشته حاضر می شود. چی صحنه شرمساری است! انسان از مال غنیمت چیزی را برداشته، پنهانی از دیگران، پنهانی از مجاهدین، قبل از تقسیم شدن این مال کسی یک چیزی را از مال غنیمت برداشته، در روز قیامت وقتی که می آید آن مال دزدی شده و خیانت کردش به شانه هایش حمل کرده و حاضر می شود و همه او را می بینند. در صحیح مسلم از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که می فرمایند قام فینا رسول الله صلی الله علیه و سلم ذات یوم. روزی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در میان ما بلند شدند و آغاز به نصیحت و وصیت کردند. فذکر الغلول، اینجا خیانت از بیت المال، خیانت از در مال غنیمت را پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم خیلی بزرگ شمردن، گناه بزرگ حساب کردن و عظم امره، و امر غلول یا امر برداشتن از مال غنیمت قبل از تقسیم را خیلی بزرگ پنداشتن و خیلی بزرگ معرفی کردن. سپس فرمودن که لا الفین احدکم او لا الفین احدکم یجیء یوم القیامة على رقبته بعیر له رغاء. من نمیخوام که در روز قیامت یکی از شما در حالی بیاید که به گردن شتر را برداشته است.
این شتر هم خاموش نیست، بلکه صدا دارد، صدا بیرون میکند و میایم میگه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم من از مال غنیمت و از بیت المال این شتر را دزدیده بودم و خیانت کرده بودم، برداشته بودم، امروز مرا از این بلا نجات بدی. یقول یا رسول الله اغیثنی، در روز قیامت میگه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم من را از این مصیبت نجات بده. فاقول، باز در روز قیامت من چی میگم برش؟ لا املک، امروز من این صلاحیت را ندارم، این ملکیت را ندارم که گناهی که تو مرتکب شدی، از مال غنیمت و از مال بیت المال برداشتی و خیانت کردی، من با تو هیچ کاری کرده نمیتونم. همچنان میفرمایند که نمیخوام یکی از شما در روز قیامت در حالتی بیاید که گاوی را برداشته روی شانه هایش و این گاو هم خاموش نیست، صدا بیرون میکند و میگوید که ای رسول الله اغیثنی، مرا نجات بده از این حالت. من میگم که لا املک، و نمیخوام کسی دیگه بیاید که گوسفند برداشته روی شانه هاش و این گوسفند هم صدا میکشه و میگه که ای رسول الله مرا از این حالت نجات بده، اما من میگم که من نمیتونم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در ادامه کسی که لباس یا قماش از مال غنیمت برداشته یا کسی که طلا و نقره از مال غنیمت برداشته را نیز همین گونه بیان میکنن که در روز قیامت نیاید کسی که لباس را برداشته از مال غنیمت، طلا و نقره را برداشته و میآید میگه که مرا از این حالت نجات بده ای رسول الله، اما من این کار را کرده نمیتونم، در آن روز هیچ کمکی برای او رسانده نمیتونم. چون الله متعال فرمود، از آیت را قبلا خواندیم که و من یغلل یأتی بما غل یوم القیامه، هر کسی که از مال غنیمت قبل از تقسیم میبردارد، از بیت المال چیزی میبردارد، در روز قیامت او را روی شانه هایش گرفته حاضر می شود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث دیگری میفرمایند که عدوا الخیط والمخیط و ایاکم والغلول، شما ادا بکنید، بپردازید، ولو یک تار باشد و یا سوزنی باشد. اگر کسی از مال غنیمت تاری را برداشته است یا سوزنی را برداشته است، از بیت المال تار و یا سوزنی را برداشته است، خیلی عادی است، خیلی اندک است، از نظر ما شما خیلی عادی است، اما از نگاه خیانت در بیت المال این گناه بزرگی است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید که اگر کسی از شما نزدش از مال بیت المال، از مال غنیمت قبل از تقسیم سوزنی است یا تاری است، باید آن را ادا بکند. و ایاکم والغلول، از خیانت در بیت المال و از خیانت در غنیمت بترسید، بانه عار علی صاحبه یوم القیامه. چرا؟ زیرا برداشتن از مال غنیمت قبل از تقسیم و خیانت در بیت المال این ننگ است، ننگ است بر صاحبش. واقعا ننگ بزرگی است که روی شانه های انسان وقتی که بیاید این مالی که در دنیا از باب خیانت برداشته او را از میان غنیمت قبل از تقسیم یا از بیت المال مسلمانان که در او عامه مسلمانان شریکند برداشته است، واقعا این گناه بزرگی است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ابن اللتبیه را به عنوان عامل صدقات و زکات فرستاد تا برود صدقات و زکات یک شهر را جمع بکند بیارد به بیت المال مسلمانان. عامل زکات بود. البته در سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم ما چنین افرادی را وقتی که داریم، اینها عموما کسانی هستند که تازه مسلمان شدن یا اینکه مسلمان شدن در ظاهر و در باطن نفاق دارند و یا اینکه مسلمان از ترس جانش شده یا به خاطر دریافت مال مسلمان شده، حالتهایی را داره. چون وقتی که چنین چیزهایی را میبینیم هیچ کس فکر نکنه که
اصحاب رسول الله چنین کارهایی میکردن؟ نه خیر. شاگردان رسول الله صلی الله علیه و سلم، کسانی را که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم تربیت دادن، آنها شخصیت های عظیمی بودند. تصور و تخیل چنین چیزها از بزرگان صحابه، از مهاجرین و انصار خیلی بعید هست. ما وقتی زندگی نامه آنها را میخوانیم چنین چیزهایی در آنها دیده نمی شود. خب وقتی که چنین چیزهایی میبینیم، گفتیم یا کسانی است که تازه مسلمان شدن، در مورد احکام اسلام زیاد نمیفهمند، یا اینکه در ظاهر مسلمان شده و در باطن منافق است، و یا همین که به خاطر مال و به خاطر گرفتن غنیمت مسلمان شده است. چنین حالت‌های رخ می‌دهد. این مرد را پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به عنوان عامل صدقه میفرستد به قریه، به شهری، به قبیله، تا از آنجا زکات آن مردمان را جمع بکند بیارد به بیت المال مسلمانان. وقتی که این مرد زکات ها را از آنجا گرفت آمد نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم، گفت هذا لکم و هذا اهدی لی. مال هایی که به زکات برش داده شده بود را به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم سپرد. گفت این مال زکات است که مربوط بیت المال شما می شود و این بعضی چیزها را مردم آن قبیله به من هدیه دادند. به من هدیه دادند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به منبر بلند شدند و حمد و ثنای الله را بیان کردند. سپس فرمودند که والله لا یأخذ احدکم، والله لا یأخذ احد منکم شیئا بغیر حقه. قسم به الله هیچ یکی از شما هیچ مالی را بدون حق و بناحق نگیرد. اگر بناحق گرفت چی می شود؟ الا جاء یوم القیامت یحمله. اگر بناحق چیزی را گرفتین، در روز قیامت در حالتی میایی که همون چیز بناحق گرفتگید به پشتت سوار است، به شانه هایت سوار است. و در ادامه همون حدیث قبلی را فرمودند که ما نمیخوام در روز قیامت کسی از شما در حالتی بیاید که شتری بر شانه او است و صدا میکشد از من میخواهد که کمکش کنم و من کمک کرده نمیتوانم. در بعضی روایت میاد که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به حد خشمگین شد. گفت به تو هدیه دادن؟ یعنی چی به تو هدیه دادن؟ اگر تو در خانه‌ات می نشستی آیا مردمان آن قبیله به تو هدیه می آوردن؟ حتما آنها به خاطر به تو هدیه دادن که تو در گرفتن زکات با آنها تساهل کنی، کم از آنها بگیری، یا به خاطر اهداف دیگری آنها به تو هدیه دادن. پس چنین هدیه نیست، این رشوه است. به عامل زکات بعضی قبایل و بعضی مردمان حیله میکردن. تلاش تا امروز هم اگر ما شما ببینیم این چنین انسان‌هایی است، حیله میکردن، به او چیزی میدادن، مهمانی میکردن، دعوتی میکردن، چیزایی برش هدیه میدادن تا اینکه در و مسئولیتی که داره اونجا سختی نکنه، اونجا باز او هم چشم پوشی داشته باشه و تساهلی بکنه. به همین خاطر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم غضبناک شدن، گفتن که یعنی چی که به تو هدیه دادن؟ اگر تو به خانه پدرت می نشستی آیا به تو هدیه می دادن؟ سپس گفتن اللهم هل بلغت؟ ای الله آیا من رسانیدم، تبلیغ کردم؟ واقعا خیانت در بیت المال، برداشتن از مال غنیمت قبل از تقسیم، گرفتن از مالی که او ملکیت عامه هست، همه در او سهیم و شریکند. کسی که از این مال میبرداره مرتکب گناه بزرگ شده است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در یکی از غزواتشان کسی برای پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم یک غلام را هدیه کرد. این غلام پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در غزوه بعدی با مسلمانان شریک شد و می جنگید، در لشکر اسلام بود. در بعد از این غزوه، بعد از این جنگ، مال غنایمی که از او گرفته شد و برگشتن از آنجا،
آمدن در مسیر راه در جای لشکر اسلام پایین شد و استراحت میکرد. یک تیر ناگهانی آمد به همین غلام اصابت کرد و وفات کرد. این غلام از کجا آمده؟ تازه از غزوه برگشته، از جهاد برگشته و توسط یک تیر ناگهانی دشمن کشته می شود. صحابه گفتند که هنیئا له بالشهادة یا رسول الله، ای پیامبر صلی الله علیه و سلم، شهادت این غلام شما بر او مبارک باد. ما تهنیت میگوییم، تبریک و تهنیت عرض میکنیم شهادت این غلام را. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند کلا، نخیر، نخیر، چنین نیست که شما فکر میکنید. والذی نفسی بیده ان الشملة لتلتهب علیه نارا اخذها من الغنائم لم تصبها المقاسم. نخیر، چنین نیست که شما میگویید. او شهید نشده است، شهادت او را تبریک و مبارک نگویید، زیرا او چادری را که از مال غنیمت قبل از تقسیم برداشته بود، من میبینم که آن چادر آتش شده است و دارد او را میسوزاند. مسلمانی با پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم تازه از غزوه برگشته، در لشکر اسلام دوشادوش پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم جهاد میکنه. جهاد همراه کی؟ همراه رسول الله، زیر پرچم پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، با دشمنان واضح و آشکار اسلام و مسلمانان می جنگد. تیری از دشمن میآید بر او اصابت میکند، کشته می شود. صحابه خوشحال هستند که شهید شده، دوستشان، همراهشان شهید شده است، اما به خاطر برداشتن 1 متر یا کمتر چادری از مال غنیمت قبل از تقسیم، این در آتش می سوزد و همان چادری که از مال غنیمت قبل از تقسیم برداشته عذاب جور شده به جان این را می سوزاند. پس کسانی که امروز با بیت المال مسلمان ها، با سرمایه ملت ها خیانت میکنند، حیف و میل میکنند، اینها حساب اینا چادر و ریسمان و سوزن و تار نیست، میلیارد هاست. جهاد همراه رسول الله برای او کسی که یک چادری از مال غنیمت برداشته، شاید هم ضرورت داشته به او چادر، شفاعت نمیکنه. این جهاد او را از آتش جهنم نجات نمیده، شهادت او را نجات نمیده، چون از مال غنیمت بدون تقسیم و قبل از تقسیم برداشته است. چادری که در او همه مسلمان ها و همه مجاهدین سهم داشتند، این دچار عذاب می شود و آن چادر برای از این عذاب جور می شود. اما امروز کسانی که سرمایه های میلیاردی ملت ها را حیف و میل می کنند، می خورند، اینها در روز قیامت کجا می روند؟ اینها چی دارند؟ با چی چیزی می خواهند و پیشگاه پروردگارشان بروند؟ اگر مسلمان نیستند، کافرند، خطشان معلوم شود. اگر ادعای اسلام می کنند و ادعای ایمان می کنند، سرمایه ملت ها را به غارت می برند، ملت ها را گرسنه و فقیر نگه می دارند، سرمایه ملت ها را به خاطر تخریب کشورهای دیگران و به خاطر از بین بردن مسلمانان منطقه دیگر استعمال میکنن، مصرف میکنن میلیاردها را. اینها در روز قیامت به پیشگاه الله، به پیشگاه رسول الله با چی سر و صورت میخواهند حاضر شوند؟ چی پاسخی دارند در آنجا، در روز قیامت؟ واقعاً برداشتن از مال غنیمت و خیانت در بیت المال گناه بزرگی است. ما قبلا در مورد خوردن ناحق یا خوردن مال دیگران با ناحق صحبت کردیم. او گناه است،
اما برداشتن از بیت المال، خیانت در بیت المال، خیانت در مال غنیمت، خیانت در مالی که سهمی هم است. مثلا کشور ایران ملتش در سرمایه سهیم هستن، شریک هستن، اما شخصی میآید این سرمایه ملت را به خاطر نابودی عراق، به خاطر نابودی سوریه، به خاطر نابودی افغانستان به مصرف میرساند. به ملیشه های میلیاردها مصرف میکنند تا اونجا بروند آدم بکشند، تخریب بکنند. از مال کی؟ از مال همین ملت، از همین بیت المال. این ملت اینجا گرسنه و فقیر در کارتنها زندگی میکنند، در قبرستان ها زندگی میکنند. اینها با کدام سر و صورت ادعای اسلام میکنند و با کدام سر و صورت اینها فردا در روز قیامت پیش روی الله و پیش روی رسول الله صلی الله علیه و سلم حاضر میشوند؟ واقعا خیانت در بیت المال، خیانت در مال عامه که همه در او سهیم هستند، فقیر و غریب و یتیم و بیوزن همه در او حق دارند، سهیمند. کسانی که در همچون مال خیانت میکنند، از این مال میبردارند، حیف و میل میکنند، این گناه بزرگی است. الله متعال توفیق نصیب بکند کسانی که به این مرض مبتلا هستند و کسانی که محفوظ هستند، مسون هستند، الله آنها را محفوظ و مسون نگه دارد. تا قسمت بعدی که با کبیره دیگری خدمتتان برمیگردم، همه شما عزیزان را به خداوند یکتا و یگانه میسپارم. الله یارا مددگارتان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.